یه آقای 42 ساله‌ای تشریف آوردن، یه بینی تروماتیک دارن همونطور که ملاحظه میکنید. بینیشون سدله از نیم رو. چند بار ضربه خوردید؟ 2 بار ضربه خوردند. این فرم بینیشونه. الان نگاه کنید کاملا غضروف دورسوم به اصطلاح دپرس شده. استخوان بینیشون در اثر شکستگی‌های متعددی که داشتند ناقرینه هست و محل شکستگی هم لمس میشه اصلا. بعد از نظر سوراخ‌های بینی کاملا یه بینی سدل رو که باعث افتادگی آلارها و اینا شده نشون میدن. تنفستون چطوره؟ تنفسشون مشکلی نداره، چون احتمال زیاد راه تنفسیشون بیشتر به خاطر شکل ظاهرشون پهن شده و مشکلی نداره، ولی از نظر فرم بینی خیلی در مضیقه هستن و زجر میکشن و میگن که از نظر فرمی از بچگی اینجوری بوده؟ نه سنم رفته مثلا 25-30 سال دیگه یه بار بچگی ضربه خورد. بچگی ضربه خورده، بار دیگه تکرار شده دوباره هم تو باشگاه تکرار شده. به هر حال میخوایم رینوپلاستی کنیم ایشون و عمل راحتی هم نیست، ببینیم نتیجه چی خواهد شد. انشالله که بینی خوب تقدیم بشه. دوستان عزیز، جراحیمون تموم شد. همونطور که قبل از عمل دیدید مشکل سدل نوز داشتیم، به اصطلاح زینی شکل شده بود پشت بینی، دورسوم بینی. نتیجه کار رو مشاهده میکنید. براشون یه رفت غضروفی گذاشتیم، کاملا دورسوم و سپتوم سر جاشه، دورسوم صاف، سوراخ‌های بینیشون متقارن و تقریبا یه بینی قابل قبولی براشون درست کردیم.